اگر از برای آدمیزاد بهشتی هست، کرانه های خضر جلوه‌ای از آن بهشت است. در آن حال که به سوی آسیای میانه پر می‌کشیدم، آتش را یکسره از یاد بردم و در دشتی با گوسفندان درآمیختم. اگر عاقل بودم در این دشت دلگشا مقیم می‌شدم و برای همیشه از یاد برادرم باد دیو و رفتار موهن او می‌رستم. اما کنجکاوی نگذاشت و کنجکاوی با منطقی که خود دارد ما را از راهی که منطقی به نظر می‌رسد منحرف می‌کند. با این حال درست بعد از چنین انحرافی بود که من بهشت شخصی خود را یافتم. از خود میپرسیدم که این کلبه های مدور چادروار چرا؟ به یاد آوردم که از ترکمن ها چیزهایی میدانم. تا نیم قرن پیش عملاً بر پشت اسب میزیستند و گاه تا قلب کشور میتاختند و به میل خود در مغاک ها و خلنگزارها ناپدید میشدند. آنقدر چشماندازهای رنگین از زیر پایم گذشته بود که به یاد آوردن جای آنها دیگر میسرم نبود. جهانگردان این گونه فرسایش حافظه را خوب میشناسند.